چه معنی داشت؟ این دو مرد چه کسانی بودند؟ چگونه ممکن بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطر باشد؟ از چه کسی؟ او نمیفهمید، اما احساسی در سینه‌اش بود که تحمل ناپذیر بود. سلطان نورالدین برخاست و وضو گرفت. نماز نافله خواند و از الله خواست که برایش روشنی و وضاحت عطا کند. اما برای نورالدین زنگی حتی ماندن یک لحظه دیگر در دمشق غیر ممکن شده بود. تا زمانی که خورشید شروع به طلوع کرد، سلطان فهمید که این فقط یک خواب نبود، این یک فرمان بود. او قابل اعتمادترین مشاورش را فراخواند، مردی به نام جمال‌الدین. سلطان خواب را برای او تعریف کرد، در حالی که صدایش می شکست و اشک هنوز از چشمانش جاری بود. اگر پیامبر 3 بار درخواست کمک کرد، تو منتظر صبح نباید باشی. ای سلطان، همین حالا به سوی مدینه حرکت کن. دستورها پیش از طلوع خورشید صادر شد. این یک سفر سلطنتی نبود، این یک دیدار رسمی نبود، این یک مأموریت نجات مخفیانه بود. 20 نفر از بهترین سوارکاران سلطان آماده شدند. اسب‌های سریع، شترهایی که با ثروت و هدایا بار شده بودند، زیرا سلطان نمیدانست در مدینه چه خواهد یافت، اما می‌خواست برای هر